اسم اسدالله است. هاشمی تخلص میکنم. در سال 1380 هجری شمسی در یکی از خانواده های علم دوست و علم پرور در ولایت کندوز ولسوالی چهاردرج به جهان گشودم و در سال 1400 هجری شمسی با درجه عالی از مکتب لیسه عالی محمد یوسف خیرخواه فارغ شدم. یک شاگرد موفق اول خب باید هدف داشته باشه، بعد از اون باید تقسیم اوقات منظم داشته باشه. کسایی که شاگرد هستن مطالعه خیلی مهم هست، باید همیشه مطالعه داشته باشن، یک تقسیم اوقات منظم داشته باشند و تا بتوانند به هدفی که تعیین میکنند به اون هدف خود برسند. من از خودترکی که علاقه زیاد به طب داشتم در سال 1402 هجری شمسی در پانتون مولانا در طب معالجوی ثبت نام کردم. پلان من در آینده ای است که باید در آینده یک دکتر موفق شوم و در یک جراح خوب شوم تا به هموطنان خود خدمت کرده بتوانم. باید هر محصل، هر شاگرد باید در زندگی خود تلاش بکنه. نابرده رنج گنج میسر نمیشود. میگم فعلا تلاش بکنن تا آینده خوب، زندگی خوب داشته باشن. همه ما شما میفهمیم افغانستان از جمله کشورهای جنگ زده هست. بیشتر از 40 سال اینجا جنگ بود. جوانای افغانستان باید کوشش بکنن، تلاش بکنن، دست به دست هم بدهند تا این وطن را در پیشرفت و ترقی سوق دهند. افغانستان عزیز ما نیاز به دکتر داره، نیاز به انجینیر داره. باید خوب دکتر شوند، خوب انجینیر شوند و خوب اقتصاددان شوند و هدفی که در زندگی خود تعیین کردن باید در هدف خود برسند.